سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز دوشنبه 27 ایول همراهی شما. وزیر امور داخلی تاجیکستان میگوید با آنها میسر شد 35 شهروند کشور را از سوریه برگردانند و یا مانع پیوستن آنها به صف گروه‌های تندرو و تروریستی شوند. رمضان رحیمزاده آخر هفته گذشته در یک نشست خبری در دوشنبه گفت مقامات انتظامی تاجیکستان 9 نفر را با راه تشویق و ترغیب از خود سوریه برگرداندند و 9 نفر دیگر را از نیمه راه از ترکیه به کشور بازپس آوردند. رمضان رحیمزاده همچنین گفت مقامات سعی دارند گلمراد حلیموف فرمانده سابق آمان را هم از سوریه برگردانند که او ماه اپریل به صف گروه دولت اسلامی پیوست. نسبت زن فرزند و پدر و مادر زمین باید خدر وطن فروش باشد که پرتوفتا برود و من بار دیگر تکرار میکنم که سبب رفتنش خودش نمیدونه چی گفتنش، فقط ناراضی بودن از سطر ایجابی که ما گفتیم که رسم آیین جاری شود. وزیر امور داخلی تاجیکستان افزود تا کنون بیشتر از 500 شهروند کشور به جنگ سوریه و عراق رفتند و 150 نفرشان هم کشته شدند. در این میان پیوستن گلمراد حلیموف که رتبه پلکاونیک داشت سر و صدای زیادی را در مطبوعات جهانی برانگیخت. ولی افسری سابق وزارت امور داخلی و فرمانده سابق دیگر تاجیک از زمان جنگ داخلی میرزا خوجا احمدوف بعد انجام کار در صف نیروهای مسلح تاجیکستان و هم مقامات ملیسا حالا به کشاورزی مشغول است. میرزا خوجا احمدوف ساکن روستای بیلک ناحیه رشت 4 سال باز است که در ساختارهای قدرتی کار نمی کند و میگوید از زندگی حاضرش قناعتمند است. در شهر دوشنبه در یک نشست با حضور مقامات، نمایندگان سازمان‌های بین المللی و غیر حکومتی مسائل رشد منابع انسانی در تاجیکستان بررسی شد. در این نشست که با مساعدت سازمان امنیت و همکاری اروپا صورت گرفت، صحبت درباره امنیت، مهاجرت کاری و حقوق انسان در تاجیکستان بود. سمت اساسی من مسائلی که در این گذاشته شده است در روزنامه جلسه دو روزه ما این وابسته است به حقوق انسان و خطر و تهدیدهای جهانی امروزه و من فکر میکنم که در این سمت محاکمه کردن این مسئله بسیار مهم است، چون که امنیت و صلح و ثبات این اساسی همه گونه پیشرفت، اساسی همه گونه دستاوردها و اساسی تامین حقوق و آزادی‌های انسان میباشد. سازمان‌های بین المللی حکومت تاجیکستان را پیوسته تنقید می‌کنند که حقوق مردم را به طور باید و شاید احترام نمی‌کند. در نشست در دوشنبه همچنین درباره فعالیت سازمان‌های غیر حکومتی صحبت کردند و نمایندگان این سازمان‌ها از فشار حکومت به خودشان شکایت کردند و گفتند حکومت تاجیکستان نباید در سیمای سازمان‌های غیر حکومتی دشمن را ببیند. 10 نفر از طرفداران مقصود ابراهیموف رهبر یک سازمان غیر رسمی مخالف دولت تاجیکستان در نزدیکی کنسولگری کشور در استانبول جمع شدند و زندانی کردن یک هم عقیدهشان در تاجیکستان را محکوم نمودند. در تظاهرات روز 27 ایول افراد جمع آمده گفتند حکومت تاجیکستان تا یک سال اخیر 12 هم عقیده آنها را بازداشت و یا به زندان محکوم کرده است. از این پیش در هفته گذشته دادگاه دوشنبه مقصود ابراهیموف رهبر سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان را با گناه دعوت برای سرنگون کردن حکومت قانونی به 17 سال زندان محکوم کرد. الهام عبدالرحمانوف کنسول تاجیکستان در استانبول در صحبت با رادیو آزادی گفت تظاهرگران به نزد کنسولگری نآمدند و درخواستی هم از آنها نکردند. مقامات تاجیکستان میگویند ممکن است آسایشگاه معروف زمرد در شمال کشور تا آخر همین سال خصوصی شود. رهبران کمیته سرمایه‌گذاری و اموال دولتی روز 27 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفتند در دور اول مزایده زمرد داوطلبان اصلی برای خرید این آسایشگاه معلوم شدند، ولی اعلان کردن نام این داوطلبان برخلاف مقررات فروش می بود. نام شرکت را گرفتن از دهان نفر منصبدار و مثل من معنی او را دارد که ما یک افضلیت میدهیم. از بس که این روند ادامه دارد و انجام نیافته است، ما از نام شرکت ها در این مرحله خودداری می‌کنیم. آسایشگاه زمرد که مالکیت دولت است یکی از بزرگترین مرکزهای طبابتی و استراحتی تاجیکستان به حساب می رود. به اینجا سالانه تا 11,000 نفر برای طبابت بیماری‌های گوناگون می آیند. حکومت نرخ اولیه زمرد را تقریباً $1 میلیون معین کرده است.
رهبران آژانس مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان میگویند در مدت نیم سال گذشته یگان قانون شکنی از طرف کارمندان این آژانسی و یا دست داشتن خود آنها در فسادکاری آشکار نشده است. در نشست خبری رهبران این آژانسی که روز 27 ایول در دوشنبه برگزار شد، گفتند که مزد کارمندان این نهاد از 940 تا 1300 سامانی را تشکیل می‌دهد. اما در پاسخ به سوال خبرنگاران که ماشین‌های گران قیمت و خانه‌های بزرگ بعضی از کارمندان از کجاست، نمایندگان آژانسی چنین جواب دادند. چیزی که شما در اویله هستید که برادرشون و رفیقشون سویدکار بودن، پدر مادرشون یخیشون سویدکاری در مشغول هستند. دولت تاجیکستان چند سال پیش برای ریشه‌کن کردن فساد و رشوه‌خواری که به اعتراف حکومت در همه جا دیده می شود، آژانس مبارزه با فساد را تأسیس دادند و عین زمان رهبری این آژانسی را رستم امامعلی پسر رئیس جمهوری کشور بر دوش دارد. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن های همراه.